اگر رحمانوف به شرطی که مردک بشه و پیشوی ملت باشه پس برق به افغانستان نتیه دیگه خاموشش کنم تمام دیگه بگم ما برق نمیتیم در برای رحمانوف اگر پل مهم باشه ملتش مهم نباشه پس مرحمت برق دادن بگیره به طالبان دیگه نهضت دیگه تحقیر تروریست مروریست نگه رحمانوف با تروریستو برق فروخته است برقشون نفروشه برقشون خاموش کنه خلاص دیگه ازبکستان میگه من مردک باره با طالبان همکاری دارم با دولت افغانستان یگان پرابلم ندارم ولی ترکستان میگه که من همکاری ندارم قبولش نداری پس برق خاموش کن برق خاموش نمیکنی تو همکاری روسیه رحمانوف خبرت کرده استم تو همکاری میکنی خلاص تو روسیه های دیگه یگان گپ نزد در یگان جون نخه مؤسسه های جهانی حقوق بشری اگر من یک ژورنالیست رو زندان کنم صدها بار زنگ ها میاد چرا تو ژورنالیست رو زندان کنی ولی در افغانستان ژورنالیست ها کشته میشن همه خپن هیچ که خب نیست تا یک جمله دونید تا خسته عرق خورده سر تا دست دیگه ورق دادن خسته خونده است تو کجا رو تماشا میکنی که میگوی که همه خپن اینجا خب نیست خوابی سر زدگی دیوانه که چی یگون جو خب نیست 24 ساعت مردم حوادث افغانستان رو نشر داره بی بی سی فارسی تماشا کن یک چیز بی بی سی پرسیان رحمانوف هم تاجیکی رو میدونی با فیلم کم کم اگر ملت تاجیک هم نباشه بی بی سی پرسیان بزن ان که در همونجا تماشا میکنی هر روزه وضعیت افغانستان رو میبینی او چیزایی را که تر آزاده میگه اس لعنت کرده الله رمضان رحیم زاده میگه تماشا گپای ورا گوش نکن تو خودت بزن بی بی سی پرسیان وضعیت افغانستان رو میفهمی که چخیل هر دقیقه گزارش نشر میشه اگه من تر الجزیره و العربیه بگم تو که زبان تاجیکی رو نمیتونی به وای وای گپ زده که عربیه هم میتونی فهمیده دوباره تو ترجمه میکنن میگن که تو 24 ساعت پیونی خودت مسخره هم کای که هشار شدی یا بی بی سی پرسیان بزن ان که وضعیت افغانستان کاملا نموجه نشر میشه و میتونی فهمیده وضعیت هر دقیقه‌اش فهمیده میتونی به همون خاطر یعنی که دیگه اگر به شرطی که این چیزایی را که هست رحمانوف باز هم اگر انکار کنه و باز هم اگر همکاری کنه با طالبان پس بفهمه که رحمانوف با طالبان همکاره رحمانوف هیچ وقت دست همکاری با طالبان بر نداشته است سفر وزیر خارجه پاکستان با تاجیکستان بدون تاثیر نبود و حتما پلمل در میانه در اینجا ای طرف با یک کمک میکنه ای طرف با اون خوب دیگه از رحمانوف در میانی خوب خلای همکاری در معلومات که میفهمیش